تجلیل از جشن نوروز توسط استودیوی ابتکار بانوان در شهر مزار شریف. استودیوی ابتکار بانوان این بار ابتکار دیگری کردند و از نوروز با ظرافت و زیبایی خاص تجلیل نمودند. افغانستان ژورنال چندی قبل در مستند تحت عنوان 40 دختران از کار و فعالیت استودیوی ابتکار بانوان در شهر مزار شریف گزارش منتشر کرده بود. اکنون این گروه از شهرت و محبوبیت زیاد بین مردم برخوردارند و کار و فعالیتشان رونق فراوان گرفته است. امروز اما این دختران به خاطر نوروز مثل گل و سبزه بهاری لباسهای زیبای محلی به تن کردند و اینجا جمع شدند تا سفره 7 سین آماده کنند و با خوشی و هیجان به استقبال نوروز بروند. همکار ما حسام الدین شفق از مراسم تجلیل نوروزی این دختران گزارش را تهیه کرده است. نزدیک به 15 تن دختران مثل گلهای بهار با سلیقه خاص سفره 7 سین میچینند. لباسهای تنشان لباسهای محلی است. این دختران نه تنها در کار حرفه‌ایشان که همانا تصویربرداری، صدابرداری، دکوریشن و موزیک است، بلکه در سلیقه و تزیین سفره 7 سین نیز مهارت خوب دارند. همدیگر را کمک می‌کنند تا دست به دست هم دهند و مشترکاً به بهترین و زیباترین شکل ممکن از نوروز تجلیل کنند. این دختران نگاه خاص به نوروز دارند و نوروز را جشن باشکوه می‌دانند. یکی از نمادهای تجلیل از نوروز سفره 7 سین است. پختن سمنک نیز از دیگر ویژگی‌های نوروز است. دختران و زنان دور هم جمع می‌شوند، سمنک می‌پزند و آهنگ می‌خوانند. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک نظر بهار است، میله شب زنده‌دار است. این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یا نصیب. موسم عیش بهار است، موجب شور و شرار است. دخترها دورش قطار است، همه سبز و سبززار است. سمنک سبز و شیرین است، میوه روی زمین است. همه ساله این چونین است، سال دیگر یا نصیب. خوش قدم باشد بهارت، لاله و گل در مزارت. ای وطن باشم کنارت، سال دیگر یا نصیب. این ترانه نوروزی برای پختن سمنک است. دختران استودیوی ابتکار بانوان امروز می‌خواهند از فشار کارشان دور باشند و لحظه غیر رسمی در کنار هم و به صورت خودمانی نوروز را تجلیل کنند. آنها میگویند ناامنی‌ها و مشکلات زندگی باعث شده است تا فرصت‌های اینچنینی را غنیمت شمرده از آن تجلیل کنند. نوروز پرشکوه‌ترین جشن روی زمین است. نوروز نخستین روز بهار امروزه در سراسر جهان تجلیل می شود. طبیعت جامه بدل می کند. لباسهای رنگارنگ به تن می کند، سبزه ها می رویند، گل ها می شکفند و پرندگان سرود می خوانند. مردم نیز لباس نو به تن می کنند، با شور و هلهله بسیار از نوروز به بهترین شکل تجلیل می کنند. از همین سبب است که سعدی می گوید آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار. خاستگاه و زادگاه اصلی نوروز افغانستان امروزی است. از گذشته تا کنون بلخ باستان نماد نوروز و مرکز ثقل این جشن است. بزرگترین و طولانی ترین تجلیل از نوروز در ولایت بلخ برگزار می شود. با بلند کردن درفش نوروزی مشهور به جنده‌بالا رسما نوروز آغاز می شود و تا 40 روز تحت نام میله گل سرخ مردم از نوروز تجلیل می کنند. در هر گوشه و کنار شهر کنسرت ها برگزار می شوند.
با وجود تمام ناامنی ها و مشکلات اقتصادی و فرهنگی که دامنگیر مردم افغانستان هست، خواستیم یک روز دور از فضای کاری همراه با همکاران عزیزمان جشن نوروزی را برپا کنیم. نوروزتان پیروز. امروز ما با همکار خود خواستیم اینجا بیاییم و از نوروز تجلیل کنیم و یک فضای صمیمی را ایجاد کنیم. نوروزتان مبارک. هنرمندان از 4 گوشه جهان به ولایت بلخ می آیند و هنرنمایی می کنند. مردم به ویژه جوانان گروه گروه به شهر می آیند و در چهارباغ روضه شریف به مستی و خوشی می پردازند. موسیقی می نوازند، رقص می کنند و شهر را پر از شور و هلهله می کنند. در ایام نوروز مردم دسته دسته از تمامی ولایت افغانستان به شهر مزار شریف می آیند تا از نوروز تجلیل کنند. شهر زیبایی خاص به خود می گیرد. تمام شهر چراغان می شود. نیروهای امنیتی همه ساله با بهترین شکل ممکن امنیت مراسم نوروز را تامین می کنند. در روز نوی زمین زمان می خنده، گل گل همگی دهان دهان می خنده. با وجود آن که نوروز نماد عشق، خوشی و صلح و صمیمیت است، اما هستند تعداد کمی که مخالف تجلیل آن هستند. البته سال به سال مخالفان نوروز ضعیفتر می شوند و بر عاشقان تجلیل از نوروز افزوده می شود. یکی از زیبایی های خاص در ایام نوروز روییدن گل لال است که دشت و دمن را با رنگ سرخ خود گلگون می کند. مردم گروه گروه با دوستان و اعضای خانواده خود به دشت ها می روند و میله می کنند. پس از گذشت 40 روز درفش نوروز یا جنده مولا علی پایین می شود و رسما میله نوروز خاتمه می یابد. مردم در روزهای قبل از نوروز خانه تکانی می کنند. اگر نیاز باشد در و دیوار حولی خود را رنگ و روغن می کنند، لباس و میوه می خرند تا آماده تجلیل از جشن نوروز باشند. یکی دیگر از خوبی های نوروز این است که این جشن کاملا طبیعی و از خود طبیعت است. در بهترین موقع سال برگزار می شود. نخستین روز فصل بهار دارای بهترین آب و هواست. از همین سبب جشن نوروز شکوه و عظمت به بزرگی تاریخ و اجدادمان دارد. درود بر تو ای نوروز، ای فصل بهار، ای غرور و افتخار، ای نماد ضد جنگ و انتحار. نوروز افتخار ما و هویت ماست. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد بناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دل من گرچه در این روزگار، جامه رنگین نمی پوشی بکام، باده رنگین نمی بینی بجام، نقل و سبزه در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید توهیست. ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کام نگیریم از بهار. گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، 7 رنگش می شود 70 رنگ. شنونده ها و بیننده های عزیز افغانستان ژورنال، ممنون که بیننده و شنونده کانال ما هستید.
کانال یوتیوب افغانستان ژورنال را سابسکرایب کنید و صفحه فیسبوک ما را لایک. من رامش آرمان و همکارم نعیم شریفی همواره تلاش میکنیم بهترین ها را تقدیم شما کنیم. افغانستان ژورنال، آینه واقعیت ها.